سلام علیکم و رحمت الله. موضوع برنامه‌تون رو دیدم، منم نخواستم دیگر ساکت بمونم. من هم خواستم وارد شم و از همون سرگذشت کوتاه هم که به سرم اومده بود در تاجیکستان خواستم اون رو ابراز بدارم. وقتی که واقعه‌های سال 2015 شروع شد، مرحوم شهید حاجی حلیم رو پدرودر گذاشتند و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان رو بستند. هر کسی که کمتر رابطه به یک خانواده مبارز و به یک حزب نهضت اسلامی داشت، حتما اون رو سرکن و پیشگی کردن، تعقیب کردن، تحت فشار و خفقان قرار دادن، اونها رو بردن مورد شکنجه قرار دادند. من میخواهم از اینجا بگویم که شادی حفیظ و سایبرهان نعمتوف، شما اگر یادتان باشد من رو شب ساعت 9-10 بود از یک آشخانه وقتی ما شام در حال خوردن شامگاهی بودیم با همراهی اپراتیو نیکانتون اومدیم ما را بردید. چگونه شب ساعت 12 تا ساعت 5 سحر من رو به قوای برق گذاشته، چی دشنام ها کردید یادتون هست؟ از من $50,000 طلب کردید، حدود $30,000 از نزدیکان من گرفتید، یادتون هست؟ این رو فراموش نمیکنید. بر سر من ماسک کشیدید و من رو با شکم به زمین خواباندید، دستهایم رو دستبند بستید و قوای برق رو بر انگشتانم بستید. آیا یادتون هست این؟ من همون سید اسحاق بابایف هستم که شما تا همون همه لقب های مرا گرفتید، در اونجا چی دشنام های قبیح دادید؟ گفتید که قاری، تو قاری هستی، ما میدونیم تو اگر ستار رو نمیابی، بابای عبدالستار رو نمیابی، تولد کرده اون رو به ما میدهی. این حرفای خشین و بدهای شما یادتون آیا هست یا نه؟ من قطعا با شما در دنیا و در آخرت روبرو خواهم شد و قصدم رو در هم دنیا و هم در آخرت از شما میگیرم. مادر پیری بیماری من رو بردید، یک سوتکه در همون عباب نگه داشتید، چی دشنام ها کردید به زنها یادتون هست؟ با همراهی اپم برادرانم رو تعقیب کرده، دستگیر کردن نتوانستید. من رو با همون جاسوسایی که گذاشته بودید من میشناسم اونها رو، من میتوانم اینجا اسمشون رو ببرم، ولی در اینجا نمیگذارم. من رو برای روزی مباد، برای روزی که خداوند مقرر کرده است، برای اون روز میگذارم. شما به خاطر طلب کردن پولی بسیار از من ما رو با تمام اعضا و خویش تبران دشمن کرده. تا امروز همه اونها چی گیله و چی طلب ها دارند؟ آیا اینها رو فراموش میکنید؟ آیا اینها با یادتان می آید من مجبور شدم؟ شما گفتید که من میدونم که تو رهبر دو تا کارخانه هستی، من کارخانه رو از طریق کمیته امنیت دولتی ملی تفتیش می نمایم، از طریق نمیدونم ریاست اگنتی مبارزه بر ضد کورپسیا تفتیش کرده، تو را به سالهای دراز زیاده از 20 سال زندان به جای برادر زندانی میکنم. آیا این حرفا یادت هست یا نه؟ پس بدانید که شما وحشی ترین انسان. من در همون داخل بودم، اومدن چندین تا از برادران وقتی این حادثه های من را شنیدن، دیدن که من در چه حالم، بعد از 5 ساعت در قوای برق گذاشتن، دلی من نزدیک بود از کار بیافتد. در همون حالت بر صورت من سایبرهان دیویژن با لگد میزد، دشنام های قبیح مادر و زن و فرزند میکرد. آیا اینها یادتان هست؟ من هرگز شما را نمیبخشم. همونجا من مردانی را دیدم در همون بازداشتگاه موقتی که به من میگفتن که سمی اپسنی خیشنیک ایتا چلوک، بدترین وحشی ترین درنده انسان خود انسان میباشد. این یک مقالی روسی است که اون رو به ما گفتن در اونجا. ما گفتن این روزها رو زیاد دیدیم. ملت تاجیک، من اگر فقط به خاطر من باشد، من اگر همین ظلم رو فقط بر بالای من کرده باشم، من اونها رو میبخشم، ولی خود اونها به من گفتن، همون کارمندای اپراتیو اوپا به من گفته بودن که ما تو رو 2% مرحوم عبدالفیض حالا شهید شد همون جیانمون، ما 2% اون تو رو عذاب نکردیم، ما اون رو میگذاشتیم در همون چیله زمستان، در درون آب یخ میزدیم، لختی مادرزاد میکردیم، درون آب یخ میزدیم. میگفتن حدود 15 دقیقه نگاهش میداشتیم. وقتی ایشان رو برده بودن به همون دادگاه، بعد از شکنجه و عذاب های اینا نمیتوانست راه برود. هر روز خانواده اونها دارو و دوا برای ایشان میفرستادند و اون رو تبابت میکردند. هیچ کس باوری نداشت که من از اونجا بیرون بیایم. این یک معجزه خداوند و بزرگی خداوند بود که من از اونجا با توکل بر خداوند از اونجا بیرون آمدم. برادران عزیز، کسانی که در این روزهای پس میافتید، حتما توکلتون رو بر خداوند کنید و هیچ گونه ترس و خواهش از این دشمنان نکنید. خداوند قطعا به شما کمک خواهد کرد و سربلند دنیا و آخرت خواهید بود. سلام علیکم و رحمت الله.